حالا سلام میکنم. الو سلام، حال شما خوبه؟ الو صدا میاد؟ بله بفرمایید. سلام عرض میکنم. آقای عاطف که میتوانستم گپ بزنم؟ ببخشید با کی میخواید گپ بزنید؟ آقای فرشید امیر خوش داشتم که گپ بزنم. شما از کجا صحبت میفرمایید؟ رادیو افغان هستش، از صدای افغان دارم گپ میزنم. بفرمایید. من آقای سینا هستم. بله اگر که میتوانستید گوشی را که به آقای فرشید امین بدید که ما یک مسابقه کوتاه داشته باشیم با ایشون. میشه شما بعدا صحبت بکنید؟ بفرمایید، اجازه بدید. بفرمایید. تشکر میکنم. الو سلام میکنم آقای فرشید. بله سلام، حال شما خوبه؟ تشکر میکنم. حال شما خوب است؟ خیلی متشکرم، مرسی. شما؟ من از رادیو صدای افغان گپ میزنم و خوش داشتم که با شما یک گپ کوتاه بزنیم اگر که وقتی که به ما بدید. تشکر میکنم. اگر مدتش کوتاه است چرا که نخواهید؟ بله مدت کوتاه است که الان ما صدای شما را که زنده روی صدای افغان داریم و بسیار موزیکای شما بسیار معقول است که تمام دوستان افغان خوش داشتن که صدای شما را زنده از توی رادیو بشنوند که ما شماره تلفن شما را که پیدا کردیم با شما کمی گپ بزنیم. حال شما خوب است؟ خیلی ممنونم ازتون. منم سلام میکنم به تمام دوستان افغانم هر جای دنیا که هستن صدای ما رو میشنون. سلام به همه. تشکر میکنم. آقای فرشید من خوش داشتم که از شما یک سوالی بکنم. چند سال است که شما کار موزیک میکنید؟ من الان خیلی وقت، من 20 سال کار دارم. اول موزیک آفریقایی انجام میدادم، انگلیسی. الان 5 سال در موزیک ایرانی هستم. بله. بعد شما خواننده که به نام خواننده منصور که کارهای موزیکای افغان هم که درست کرده و خیلی از افغانا که میگن کارهای شما بسیار شباهت که داره با کارهای منصور، اما که جدا از اون کارهای شما به مقبولی او کارش مقبول است. اما که آیا که شما در آینده فکر میکنید که یک آهنگ افغان درست بکنید؟ چرا که نه این آهنگ افغان هم حتما درست خواهم کرد. بله من اتفاقا آهنگای مختلف حالت اینترنشنال داشته باشه که نه خوب خوشم میاد. موزیک افغان هم همیشه دوست داشتم و فکر میکنم یکی درست بکنم در آینده به امید خدا. به این خاطر که بسیار از افغان ها از صدای شما خوش دارم، مخصوصا که ما در رادیوی آهنگ نسترن، این نسترن که همیشه پخش میکنیم و همه دوستان میگوین که آهنگ نسترن رو بگذارید، آهنگ نسترن رو بگذارید. بسیار آهنگ معقولی. این شعرش که رو شما که گفته بود؟ بله خودم ترانه آهنگامو خودم میگم. شما شعر خود میگویید، ترانه خود میگویید، بعد خوانندگی هم که میکنید. بعد این چجور هستش که من یک سوال از بسیار خواننده ها میکنم، وقتی که شما این شعر را که مینویسید چجور است؟ شما در کدام مکان که وقت میگذارید که این شعر را بنویسید؟ بعضی از شاعران که قدم زنی میکنن، بعضی از شاعران که میگویند در فضای آزاد شعرهای بسیار معقول میتوانن بنویسن. شما چجور شعر خود را مینویسید؟ من بیشتر تو حالت گرفته، من توی یه اتاقی گوشه کوچیک باشه داخل خونه اونجوری بیشتر می‌نویسم. من در بیرون و لب دریا اینا رفتم اتفاقا نوشتم شعر اونجوری، ولی بیشتر داخل خونه هرچی هوا بیشتر سردتر باشه، برفی باشه بیرون. حالا تو لس آنجلس که اونجوری نیست، ولی اون موقع که تو نیویورک بودم اونجوری بیشتر اتفاقا دوست دارم شعر بنویسم. آره. بعد این آهنگ نفتران که وقتی شما نوشتید کجا بودی که این آهنگ رو نوشتید؟ من در نیویورک بودم وقتی این آهنگ رو نوشتم. بسیار کار معقولی است. شما کارهای جدیدتان که به بازار می آید؟ امید خود کارهای جدیدم تا همین تابستون امسال به بازار میاد در یک آلبوم جدید با یک سری آهنگای شاد و به امید خدا ببینیم شاید یک کار افغانی هم اون تو گذاشتیم. حالا خدا شاید اگه این کار که بکنید بسیار از جوانای افغان خوش داشتن که ما از شما این سوال را بکنیم. خیلی از خانم‌های افغان که زنگ میگذارن میگوین سوال بکنی که آقای فرشید آیا که زن دارد یا که مجرد زندگی میکند؟ الو الو خنده